تبریک میگم، شما به عنوان نگهبان شب پاساژ حافظ استخدام شدید. یک پاساژ قدیمی در مرکز شهر که شبها خاموش و بی صدا میشه. تو تنها کسی هستی که از ساعت 10 شب تا 6 صبح اونجا حضور داره. وظایف شما ساده است. چراغ‌ها رو بررسی کن، دوربین‌ها رو زیر نظر بگیر، درهای خروج استعدادی رو چک کن و مهمتر از همه قوانین رو هرگز فراموش نکن. قانون اول: هر شب ساعت 3 چراغ یکی از مغازه‌ها خود به خود روشن میشه. نزدیک نشو. فقط روی برگه گزارش بنویس چراغ روشن شد، بررسی انجام شد. در واقع هیچ بررسی نکن. قانون دوم: اگه کسی به در پشتی کوبید و گفت من صاحب پاساژم، در باز نکن. صاحب پاساژ 2 سال پیش مرده. فقط چراغ‌های اون راهرو رو خاموش کن و به نگهبانی برگرد. قانون سوم: اگه روی شیشه دفترت از داخل بخار نشست و با انگشت شکل لبخند کشیده شده، بخند. فقط بخند. چون اگه ترس تو رو حس کنه، شب بچه‌اش عوض میشه. قانون چهارم: بین ساعت 1 تا 2 از طبقه زیرزمین صدای پچ پچ میاد. حتی اگه چراغ روشن باشه پایین نرو. اگه چیزی توجهت رو جلب کرد تو ذهنت تکرار کن. این پاساژ فقط 3 طبقه است. فقط 3 طبقه است. اگه سوالی داشتی فالو کن. موفق باشی.